تا حالا شده یه کاری رو بخوای انجام بدی، یعنی میدونی که امتحان داری یا تمرین ورزشی داری یا یک پروژه‌ای رو باید تکمیل بکنی، اما به محض اینکه به خودت میخوای بری انجامش بدی، یه دفعه میبینی که سر تو گوشیه، بعد شروع میکنی به فحش دادن و سرزنش کردن خودت که من چرا انقدر تنبلم، من چقدر فلانم. ولی بذار چیزی رو بهت بگم، اگه مشکل تو تنبلی یا اون القابی که به خودت میگی نباشه چی؟ سلام، من علیرضا حسینی ام، روانشناس. اینجا هم که کانال خودتون. به این ما داریم راجع به اهمالکاری صحبت میکنیم دیگه. ولی خب اهمالکاری اصلا چیه؟ یعنی اینکه من میدونم یه کاری برای انجام دادن دارم، یه اولتیماتومی دارم و انجام ندادنش به من ضرر میزنه، اما با اینکه میدونم ضرر داره انجام ندادنش، بازم انجامش نمیدم. ببین، چون تو همون لحظه برای تو حس ناخوشایندی داره اون کار. یعنی چی؟ مثلا میخوای درس بخونی، اضطراب امتحان میاد بالا. میخوای پروژه تو انجام بدی، یه دفعه ترس از شکست خوردن احتمالی میاد بالا. هرچی، ببین یه حس ناخوشایندی در تو ایجاد میکنه که باعث میشه تو مضطرب بشی و خب مغز ما هم که اصلا یه عضو مریضیه و میاد میگه که آقا فعلا نمیخوام انجامش بدی، الان این داره در من ایجاد اضطراب میکنه، برو اصلا چه میدونم با گوشی ور برو بخواب، برو اصلا دور شو، انجام نده. چرا اصلا باید همچین کاری بکنه؟ خب ببین، اصلا یه اشتباهی که در مورد اهمال کاری ما میکنیم اینه که معمولا فکر میکنیم مشکل زمانه، انگار ما با زمان مشکل داریم با اینکه اون روز انجام بدیم، اما مشکل احساسه. شما وقتی یک احساس بدی رو تجربه بکنی، خب به هر حال یه سری چیزا برای تو احساس بد حساب میشن. اون احساس بد در تو ایجاد اضطراب میکنه و اون اضطراب رو مغز و بدن نمیتونه تحمل کنه و بدن از تو خواهش میکنه، التماس میکنه، روش‌های مختلفی رو پیاده میکنه که تو فقط از اون اضطراب خلاص بشی و اینجوری میشه که تو وارد یک چرخه باطل میشی که باید بشکنیش. و حالا سلاح تو در مقابل این مغز چیه؟ خود سرزنشی، یعنی بیای به خودت فحش بدی. چه میدونم، اصلا راه عجیب غریبیه، چون اون سرزنش کردنه که نمیاد در تو ایجاد نظم بکنه یا چه میدونم انگیزه بده بهت، فقط احساسات منفی بیشتری در تو ایجاد میکنه و باعث میشه این چرخه تداوم داشته باشه. برای اینکه این چرخه رو بشکنی، من یک سری راهکار میگم که امیدوارم براتون مفید باشه. اولیش اینه که کاری که میخوای انجام بدی و انقدر کوچیک و احمقانه کن که دیگه مغزت بهانه‌ای واسه انجام ندادنش نداشته باشه. مثلا فردا امتحان داری، کتاب باز میکنی یا اول 150 صفحه درس باید بخونم. آقا نگو که وای 150، بگو که میخوام فقط لای کتابمو باز بکنم، اصلا مهم نیست چی میشه، میخوام لای کتابو باز کنم ولی شاید چند خطی خوندم. میخوای پروژه انجام بدی، اصلا نمیخوام کامل انجامش بدی، فقط لپتاپو باز کن، بگو که آقا فقط میخوام عنوانشو بنویسم، میخوام فقط تایپ کنم، 10 تا کلمه میخوام تایپ بکنم. چرا؟ چون که داری انجام میدی، دیگه نمیای با خودت ور بری گوشیو بگیری، چه میدونم، داری یه کاری رو شروع میکنی، حتی به قیمت اینکه تو اون روز امتحان تو 0 بشی، باز نسبت به امتحان قبلی تو یه حرکت مثبت‌تری کردی. دومین راهکار قانون 5 دقیقه است. یعنی اینکه این قانون رو کلا بیاری تو زندگیت و هر کاری که باید انجام بدی رو 5 دقیقه مداوم انجام بده، بعدش اصلا برو پی خودت. چرا 5 دقیقه؟ ببین، یکی از مشکلات و سدهای بزرگ اهمال کاری همون شروع نکردن است که گفتم. و وقتی که تو 5 دقیقه زمان بذاری برای شروع و انجام دادن اون کار، خودش یه قدم خیلی بزرگ واسه شکستن یکی از مهمترین سدهای اهمال کاریه. این صداش میاد اهمال کاری که شروع نکن، ادامه نده. تو علاوه بر شروع کردن ادامه هم میدی، حالا 5 دقیقه، هفته بعد بکنه 6 دقیقه، اصلا با همون 5 دقیقه تا آخر عمرت پیش برو. سومین راهکار یا بیشتر یه ادوایسه که با خودت مذاکره نکن. یعنی آقا نشین بگو که چه میدونم میخوای الان